درود به همگی. امیدوارم که تندرست و خوش و کامیاب باشید. ساعت 9:17 شب 3 ژانویه 2021 تورنتو، کانادا. من داوود فرخزاد هستم. لازم میدونم یه نکته بسیار مهم رو یادآوری بکنم. در این گفتارها به هیچ عنوان قصد من آموزش زبان انگلیسی نیستش. این گفتارها هدفشون بردن ما جلوی آینه هست و اینکه توی این آینه ببینیم که ما واژگان انگلیسی رو در مکالمات روزمره فارسیمون چجوری تلفظ میکنیم یا به چه صورت استفاده میکنیم. همین. واژه انتخابی من برای امروز واژه دقیقاً این واژه‌ای هستش که بسیار 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 پرکاربرد از خرد و کلان، ریز و درشت، پیر و جوان دارن ازش استفاده میکنن هزاران بار در روز وقتی که میخوان توی فضای مجازی کار بکنن یا با رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی کار بکنن و اون چیزی نیست جز هشتگ بر وزن تشتگ. خب هشتگ غلط هستش به دلیل اینکه یک صداش رو عوض کردن و یک صدای کاملا غلط جایگزین کردن. درست این کلمه هشتگه. هشتگ. البته من دارم به فارسی تلفظ میکنم، انگلیسیش رو هم حالا تلفظ خواهم کرد. پس هشتگ نیست، هشتگه. هشتگ بر وزن تشتگ. خب دیگه در همون حد تشتگ هستش. بذاریم ببینیم که تلفظ انگلیسی این کلمه چی هستش. هشتگ، هشتگ، هشتگ. پس ما حالا نمیخوایم مثل انگلیسی ها این رو ادا بکنیم، ولی این واژه یا اصطلاح فنی باید در حقیقت به این شکل ادا بشه با توجه به سپلش. اگر اسپل بکنیم میبینیم که H A S H T A G. یک بار دیگه تکرار میکنم. H A S H T A G. پس هشتگ یا به فارسی خودمون هشتگ، نه هشتگ. کلمه هشتگ یا هشتگ خودش متشکل از 2 کلمه جزئی تره. یکی تگ و دیگری هش. هش معانی مختلفی داره همونطور که تگ معانی مختلفی داره، اما در ارتباط با این موضوع بحث ما هش به معنی همون علامتی هستش که شما قبل از هشتگتون استفاده میکنین و اگر روی شماره‌گیر تلفن‌هاتون هم اگر نگاه کنین یه دکمه‌ای هست که همین علامت هش روش هست که در انگلیسی یه کلمه دیگه برای همین هش استفاده میشه و بهش میگن pound sign. pound sign که حالا شما نیازی ندارید، ولی اسم دیگر همون علامت هش که روی شماره‌گیر تلفن‌ها هست pound sign هستش. و بریم سراغ تگ. تگ هم معانی مختلفی داره همونطور که قبلا گفتم، ولی در ارتباط با این موضوع بحث ما تگ به معنی برچسب هست، به معنی لیبل هست. پس وقتی که ما در حقیقت از تگ استفاده میکنیم تو اینجا معنی برچسب هست، یعنی روی چیزی برچسب میزنیم یا روی چیزی یه لیبلی میزنیم برای اینکه مثلا جستجوش راحت تر باشه توی اینترنت. تو اون همه اطلاعاتی که وجود داره ما بتونیم سریعتر بریم پیداش بکنیم. و جالبه که بدونیم
این قسمتی رو که میخوام توضیح بدم خیلی کاربرد داره با کسایی که توی فروشگاه ها کار میکنن یا توی کارخانجات کار میکنن یا توی فرودگاه ها کار میکنن، شاید هم تو بنادر همین کاربرد داشته باشه و این کلمه همین کلمه تگ هست. ببینید اگر فرودگاه رفته باشین ممکنه شنیده باشین از پرسنلی که چمدون‌های شما رو از شما تحویل میگیرن، وزن میکنن و بعد روش یه برچسبی میزنن، بعد به شما میگن که این تکش خورده. این تک نیست و متاسفانه با اینکه کار تخصصیشونه اما خب کاملا این کلمه غلط رو از سالهای سال دهه هاست که دارن به غلط استفاده میکنن و الان شده جزء ترمینولوژی یا کلمات فنی صنعت هوانوردی ما، البته خدمات هوانوردی یا در فروشگاه که موقعی که میخوان قیمت بزنن روی اجناس و کالاها. ببینید این تگ هست. مثلا ما در فارسی میگیم که برچسب قیمت، یا در فرودگاه باید بگیم برچسب بار اگه من درست ترجمه بکنم. بنابراین اگر توی فرودگاه باشه بهش میگن که حالا انگلیسیش رو من میگم baggage tag baggage tag baggage tag. پس اگر تو فرودگاه کار میکنیم درست این تگ هست، تگ نه تک. تک که میشه یعنی یه دونه. و اگر در فروشگاه کار میکنیم price tag price tag price tag برچسب قیمت برچسب قیمت. پس یک بار دیگه خیلی سریع مرور میکنم. هشتگ غلط، هشتگ صحیح. در فرودگاه تگ صحیح، تک کاملا غلط. در فروشگاه ها price tag price tag. و فراموش کردم کلمه انگلیسی همون تک برای فرودگاه ها رو بگم، baggage tag. خب این گفتار امروز من در ارتباط با این کلمه پرکاربرد بود. امیدوارم که مفید و فایده بوده باشه. فعلا در اینجا جا داره من چند تا نکته رو که خیلی مهم هستن مطرح بکنم. اول اینکه ما در علم زبانشناسی یه بحثی داریم به نام تجویز و توصیف. به این مفهوم که در زبانشناسی، در علم زبانشناسی که مطالعه علمی زبان هست، بحث تجویز یعنی این که بگوییم حتما چنین صحبت بکنید یا چنین صحبت نکنید وجود نداره. فقط توصیف میشه هر اون اتفاقی که داره میفته توسط سخنوران یک زبان خاص، اینها بررسی میشه و روش مطالعه میشه. بنابراین آنچه را که من دارم تو این گفتارها مطرح میکنم درسته که تلفظ صحیح است، دارم توصیف میکنم اونجوری که میبینم اتفاق داره میفته تو بین سخنوران و اون چیزی که صحیح هست. اما این پیشنهادها دیگه پذیرشش به عهده شنونده هستش. نکته دوم این که حتما سعی کنید خودتون مشترک بشید و همرسانی بکنید. نکته بعدی اگر پیشنهادی دارید حتما مطرح بکنید و نکته آخر اگر واژه خاصی مد نظرتون هست این رو هم مطرح بکنید که با رعایت اولویت و نوبت، البته پس از این که من اون فهرست واژگان و اصطلاحاتی رو که میخوام بحث بکنم اون رو پیشنهادات شما رو هم در نظر بگیرم. متشکرم.
تا گفتاری دیگر، بدرود.